ویروس نو در سراسر جهان کامپیوترهای زیاد را آلوده کرده است و در این میان از همه بیشتر شرکت‌های اوکراینی آسیب دیدند. حمله ویروسی روز 27 ایون شروع شد. اول شبکه‌های دولتی حکومت، بانک و حتی نیروگاه چرنوبیل آلوده گردیدند. بعداً ویروس در کامپیوترهای کشورهای دیگر جهان از جمله شرکت‌های بین المللی پهن شد. در صورت آلوده شدن، کامپیوتر شما یخ می‌کند و اختیار آن به دست رخنگران اینترنتی می‌افتد. چونین به نظر می رسد که ویروس به ویروسی واناکرای مانند است، ولی برای پهن شدن ویروس شرط نیست که شما نامه یا صفحه را کلیک کنید و کامپیوترتان آلوده شود. اینجا سیستم اتوماتیکی است که ویروس را پهن می کند. آنهایی که ویروس را پهن میکنند اختیار شبکه و یا کامپیوتر کاربر و شرکت را به دست میگیرند و میخواهند که به آنها پول مجازی بیت کوین بپردازند. روز 28 ایون ویروس کار چندین شرکت در قاره آسیا و اروپا را سست کرد. حمله نو ویروسی یک ماه بعد از حمله ویروسی واناکرای صورت میگیرد که در تاجیکستان هم کامپیوتر زیادی را آلوده کرد. شرکت‌های مخابراتی در تاجیکستان میگویند که برای حفظ شبکه‌های خود از ویروس چاره‌های ضروری را می‌اندیشند.